من اسمم سروشه، سال 4 کامپیوتر هستم. هادی جعفریان هستم، ورودی 2011 UNCC. اگر اشتباه نکنم سال 2009 یا 2010 با ISO هستم. ژاله عابدینی هستم. الان دیگه جز پیرمردای UNC شارلوت به حساب آثار باستانی UNC شارلوت در واقع. من سامان مصطفی هستم. از سال 2012 آگست توی شارلوت هم توی UNCC هم. من احسان طبریم، الان یه 7 سالیه اینجام. محبوبه یزدانیفر هستم. 2 سال پیش سکرتری ISO بودم. تو موقعی که ما شروع کردیم ISO هنوز نبودش. همون اولا که اومدم 2011 کامیونیتی ایرانی اینجا خیلی کوچیک بود، بچه‌های ایرانی کم بودن. آقای دکتر مصطفی طی یک جلسه ای از بچه‌های ایرانی که موقعی تو دانشگاه بودن دعوت کردن که دور هم جمع بشیم، پیشنهاد شروع ISO رو دادن. از سال اول بیشتر کمک بچه‌ها می‌کردیم. 1-2 تا ایونت خوب برگزار شد. اون موقع اشکان پرزیدنت بود. یادم برنامه نوروز خوبی برگزار شد در حد 60-70 نفر. انگیزه من راستش رو بخوای انگیزه‌ای نداشتم. من اصلا دلم نمیخواست ISO بشم. نشسته بودم داشتم درس میخوندم، سروش رد شد از کنار من، پیشنهاد داد که من جوین بشم ISO به عنوان منشی. یه روزی بچه‌ها هادی و سامان و اینا ما رو بردن بار و نشستیم، مجبورم کردن که برو ران کن برای ISO، تو بهترین کاندیدایی. حالا این خنده داره، مثلا یه بابایی برگشت بود گفته بود که اینا که میرن تو ISO اون دوره اول هادی و رضا و سروش و اینا بود، ژاله اینا رفتن تو ISO برای دختربازی. اون زمان خیلی کم بودیم، تازه هنوز داشت ارگانیزیشن شکل میگیره و اصلا خیلی آدما علاقه‌مند نبودن، یعنی دنبال یه نفر بودن که فقط بخواد کاندید بشه. من همش رو دوست داشتم، همه تجربه رو دوست داشتم، به اندازش خوب بود. بهترین قسمت جلسه‌ای بود که با بچه‌ها همه جلسه‌های هفتگی یا 2 هفته یه بار جلسه‌ای که داشتیم برای انجام کار دور هم جمع می‌شدیم. خوب بودش کلا. بعضی موقع مثلا مسعود پا میشه، مثلا انگار می‌خواست مثلا کشیده بخوابونه، مثلا پای مثلا گوش نده یکی دیگه. مثلا من اون موقع خیلی میترسیدم، گفتم اینجا دیوونه خونه. جامعه ما من که بقیه جامعه‌ها رو ندیدم، اما جامعه ما جامعه‌ای که توش تقابل و تضارب آرا به قول معروف خیلی زیاد. مثلا من به شخص نکته منفی تو همه تجربه که داشتم نمیبینم. یه دلیلم برای این دارم، به خاطر اینکه هر کاری که هر کسی به هر شکلی توی این ISO انجام داده یه کار مثبت اضافه بر سازمانی بوده. من یه سالی که کار ISO بودم، تو اون 1 سال ریسرچ من 1 قدم جلو نرفت. وقتی که جمعیت بیشتر و بیشتر شد، به نظر من به صورت نمایی سختی کار بالا رفت. برنامه‌ریزی برای یه برنامه ایدی که مثلا ما می‌خواستیم 100 نفر بیان، بعد 200 نفر اومدن. اولین باری بود که مثلا ما یه ایونت پید داشتیم. سال بعدش می‌خواستیم 200 نفر بیان، 300 نفر اومد. برنامه خیلی برنامه بزرگی بود. من فکر می‌کنم مثلا اتندنس ما حدود 200 نفر بود. این وقتی اینقدر آدم میاد، هندل کردن این برنامه‌ریزی میخواد، کمک میخواد، آدمای دیگه باید کمک کنن. عید یکی از برنامه‌هاییه که حتی اگر کسایی که جزء گروه ISO نبودن می اومدن و کمک بسیار زیادی میکردن. این برنامه متعلق به این کامیونیتی، برنامه نوروز متعلق به این کامیونیتی، برای همین تو نسبت به این مسئولی. این قوانینی که دانشگاه داره خیلی سخت میکنه کار اجرایی رو. و کامیونیتی حق داره که از تو بخواد که این کار رو با کیفیت بالا انجام بدی. واقعا عید دوم من هیچ برنامه نفهمیدم، چون یا در حال رقص بودم، بعد میرفتم چایی میریختم، من حتی وقت نکردم لباسمو عوض کنم به موقع. من با همون لباسا رقصم داشتم چایی میریختم. فکر می‌کنم از اونایی که باید تشکر می‌کردم، مثلا بچه‌های دیگه که عضو آفیشیال نبودن، مثلا سارا اسدی که یادمه کلی برای کل سالن دکور کرده بود، مثلا یادشون رفته بود تشکر کنن. حتی آدم‌ها احساس می‌کنن که با وجود اینکه ISO مثلا کانستیتوشن داره، اما یه سری از کارهایی که اصلا هیچ ربطی به ISO نداره، خب مثلا به صورت پیش‌فرض فکر می‌کنن اینا وظیفه ISO از وقتی که شروع شده تا الان راه بسیار بسیار زیادی اومده. بچه‌هایی که جدیدتر میان باید علاقه‌مند باشن بیان به این مجموعه کمک کنن. بچه‌ها خیلی
با پشتکار علاقه بیشتری دارن کار میکنن. این کامیونیتی خودمونه دیگه، میدونی این با این تبلیغاتی که علیهمون میشه و اینا، این استبهاناست که ما خلاصه شروع کنیم و فرهنگمون رو به دنیا بشناسیم، ببینیم نشون بدیم که ما وجود داریم و حضور داریم. و امیدوارم که همونجور که تا الان پیشرفت کرده از این به بعدم پیشرفت داشته باشه. عیدو من تبریک نگفتم. آره من عیدو به همه تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی پربرکت، پر از بهروزی و پیروزی و اتفاقای خوب واسه همه اهالی شارلوت باشه.